با نام خدایار خدا. سلام دوستان عزیز، ما میخواستم یک چه برای شما نشان بدم. امروز آمدم مرکز شهر تولوز، یعنی کپیتال، و ببینید مردم آمادگی گرفتن برای سال نو میلادی 2024. ببینید خیلی زیبا هم هست. اکیرا درون رفتن دکار فعلا بر وقت تره، هوا سحر بر وقتیه. مردم نام مغازاش هوی باز کیسن یا هوی کیسن. انشاءالله وقتی باید میریم درون رمضان. این طرف ببینید و ببینید دوستان عزیز، آمادگی هم به خاطر سال نو میلادی 2024. این طرف مغازه هان، این طرف میدانچه یخی است که مثلا میدونن بچه ها بازی، کودک ها یا کلان ها بازی میکنن. 45 مینوتش 5 یورو. ای 2.5 ساله بالا میدونه که خطی هم چه کلانش بدرویه بازی کنه. این طرف هم بینید خیلی بستن فعلا، چون خیلی وقت است. هوا ساعت 8 سحر است. مردم همه طرف کار میرن. هایره گفتیم که مرکز شهر تولوز، کپیتال انیخترش. ساعت های 10-11 هایی میشه اینجا. ببینید خیلی جالب هم است. اینجا ارچمانده هستند. چه سایی نمیدید خیلی یا با شب خیلی زیبا میشن، همه چراغا روشن میشن. این هم دوستان ترن مایدهک یا که پاییز مایدهک به خاطر سال نوی را اونجا موندن. مردم تماشا میدارن از طرف های جاهای تماشاباب شهر تولوز. و در اینجا فعلا سحر گفتی گپا کسی نیست. کودکا 4 یورو، کلان سالا 6 یورو، 8 یورو، و کسانی که اینوالیدن یا دیگه هن یا که نه اینوالید نیست، چه جوان ها 6 یورو. و یا بینید دوستان عزیز، این هم در مرکز شهر تولوز، کپیتال. شما یک دفعه را بینید. یعنی یک چیز دیگه هم گفتی که برای سال نو اینجا آمادگی دیدن، کاروسل سال نوی. و اون طرف هم گفتی که پاکی به خاطر سال نو میلادی خیمه و نمیفهم چه دکان ها ساختن در اونجا، همش به خاطر سال نو میلادی است. و این از طرفش خیلی زیبا هم هست، چون همه اینجا چراغان است، چراغاش روشن میشن. اگر نصیب باشه میایم یک روز اگه شب نوار میگیریم همه اینا. این موبایل برفی بی این طرف هم دکان و مغازه ها به خاطر سالی نو. هنگام سیر گشت کردن دوستان عزیز، چشمم به یک چیز خورد خیلی جالب و دیدنی هم است. این را ببینید، بابای برفی در درون چراغی قدی کوچه می باشد و خیلی با دیزاین خوب، با دکوراسیون خوب ساخته شده است. و این هم خانه بابای برفی که در مابین گالری جایگیر شده است. و جالبی در این است که فعلا خانه خالی است. ما رفتیم دیگه طرفا رو تماشا کردن. بعد چند لحظه آمدیم که خانه پر شده است. یعنی بابای برفی چندین حیوانات دیگر را به مهمانی دعوت کرده است و گردی میز همه کسا ششتن. و دوستان ببینید بعد چند لحظه خانه پر می شود. تماشا کنید دوستان که بابای برفی کیها را مهمان کرده است از جمله حیوانات ها. ببینید دوستان، اینجا خرس است، اسب است، فیل است، نمیفهمم،
خرسی آبی است، خرسی سفید است، خرسی دشتی است و اینجا هم ارچه سال نوی. در یک لحظه نبودن ما اینجا را دکوراسیون کردن، پر کردن برای آمادگی جشن سال نوی میلادی. ببینید دوستان خیلی جالب هم است و خیلی زیبا هم. دکوری خوبش کردن، دکوراسیون خوب. دیره ببینید دوستان. خب با ما باشید. ما آمدم با یکی از گالری های دیگر شهر و عکسی جالب و زیبا را دیدم. تو که ایرم قطعی شما شریک بسازم، شما هم ببینید چیزا. اینا ببینید چی چیزا. کمک هفته و امروز مثل گپا که نوارگیری ما را خلال میرسونه، چون شاههاش بسیارن. ببینید خیلی ارچه زیبا هم هست. یه هم از دیگه طرف اینجا مردم عکس میگیرن، نوار میگیرن، نگاه میگیرن. میرن دیگه طرفی گالریه. دوستان عزیز چند لحظه نوارهای زیبا و دیدنی رو شما تماشا کنید. ما انشاءالله زود برمیگردیم. دوستان اینا بینین تمام آمادگی برای سال نوی میلادی. دوستان سال نو 2024 میلادی هم نزدیک است. طرف همچنان آمادگی دیدن برای این جشن.
زیباگی را بینید شما دوستای افریقا. آمادگی برای سال نوی میلادی. بیا بینید دوستان، همه به خاطر سال نو. دوستان در این طرفش با یک ارچه کلان هم گذاشته که دستن، ایره من او دیدم. ببینید چه خیلی چند بست. این گالری را بینید. ما آمادگی برای سال نوی 2024 میلادی. این را بینید دوستان، خیلی مصرف کن، خیلی یارو خیلی قیمت هم دوستان. این در یک گالری های ببینید خیلی زیبا هم هست. ما بریم این طرفی گفتی که پاکی درگاه سنتری که گالریه و این هم دیگه طرفی گالریه که مرکز سعودو. خیلی زیبا رسان آدم از دیدن چیزا فکر میکنه که واقعا زنده است. اینو ببین، برای مردم زنده مردم زحمت میکشن. ببینید چقدر زیبا هم هست. سالی نوی میلادی رو جشن گرفتن مردم، یا آمادگی دیگه گرفتن با سال نوی میلادی. ببینید خیلی زیبا هم هست. این هم گفتم یک شما هم تماشا کنین. من در گالری آمدم که چشم بهم یار خورد. اینو ببینید دیگه دوستان، خیلی زیبا و دیدنی. عزیزان اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کم معلومات درباره آمادگی جشن سال نو میلادی 2024 در فرانسه. بعضی نوارها از کوچه و خیابانها بودند و بعضی نوارها از گالری های مختلفی فرانسه. دیگه وقت زیادی شما را نمیگیرم، شما را به خدای پاک و منان میسپارم. دوستان عزیز، پیش از خداحافظی کردن یک بار دیگر به کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود بفرستید و زنگوله دومی را برای همیشه فعال بسازید که اولین شده شما برنامه‌های ما را ببینید. و باقی خدا نگهدار. شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.